سلام بیننده ارجمند، نوید بامدادی از رادیو آزادی تقدیم شما می شود. امیدوارم صحت و سلامتید و روزتان بخیر و شادی بود. امروز سه شنبه 14 اپریل و ساعت با وقت شهر پراگ رسو 7 صبح است. در چند دقیقه دیگر برای شما خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیم می کنم. مقامات انتظامی تاجیکستان بعد محو یک شهروند افغانستان در مرز 8 نفر از جمله یک افسر بلند رتبه میلیسا را به کرانتین فرستادند. یک منبع آگاه از عملیات بر ضد فردی متهم به قاچاق مواد مخدر گفت مردی 50 ساله افغان را شب 9 و 10 اپریل هنگام عملیات در دهه غربی ناحیه همدانی کشتند و از جای حادثه 16 کیلو مواد مخدر پیدا و مصادره کردند. به گفته منبع در عملیات مخصوص کارمندان میلیسا مصطفی ولدی عبدالکریم ساکن ولایت غزنی افغانستان که مقاومت میکرد او را محو کردند. حادثه در جماعت چوبک رخ داده است. بعد این عملیات همه افرادی که در آن اشتراک داشتند به کرانتین فرا گرفته شدند. در کرانتین پدپالکونیک میلیسیا انیس عثمانزاده سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه همدانی، معاونانش، دو کارمند دیگر و طبیبان قرار دارند. صدرالدین غیوروف سردار ریاستی تندرستی منطقه کولاب 13 اپریل بر رادیو آزادی گفت سردار شعبه کارهای داخلی با 7 نفر دیگر را برای معاینه دائمی و پیشگیری از سرایت کرونا ویروس به طبابت در بیمارستان رقم 1 جماعت توردیف در ناحیه فرستادند. وی گفت این افراد حدی اکثر 21 روز را در شفاخانه سپری میکنند. صدرالدین غیوروف افزود این کار را برای احتیاط انجام دادند چون که قاچاقچی شهروند افغانستان بود و ویروس در افغانستان به قید گرفته شده است. در 3 روز اخیر سلامتی کرانتین شده ها معتدل بوده است. همصحبت ما گفت در صورت تب کردن افراد تحت کرانتین آنها را نیز تشخیص خواهند کرد که مبادا کرونا ویروس به آنها سرایت نکرده باشد. جسد شهروند افغانستان را در قوطی مخصوص انداخته به مقامات آن کشور سپردند. در افغانستان همسایه با تاجیکستان تا کنون کرونا ویروس نو که بیماری کووید 19 را برمیانگیزد به بیشتر از 360 نفر سرایت کرده است. بعد اعلان نخستین موردهای سرایت در افغانستان، مقامات تاجیکستان گفتند که گذرگاه‌های مرزی با این کشور همسایه را می‌بندند. مقامات تاجیکستان میگویند تاکنون یگان مورد سرایت کووید 19 در کشور ثبت نشده است. بیننده ارجمند تفصیلات این خبر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید. نسیم عالمزاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان گفته است که طبیبان و کارمندان خدمترسان که به واسطه با مردمی در کرانتین قرار داشته مدت 14 روز سر و کار میگیرند از جانب حکومت مملکت یک قطار امتیازها خواهند گرفت. در این باره آژانسی دولتی خبری خاور خبر داده است. وزیر گفته است طبیبان و پرستاران با لباسهای مخصوصی محافظتی تامین گردیده از حساب بودجه دولتی با معاش علاوگی هوسمند کرده می شوند. با اطلاع وزارت تندرستی در تاجیکستان 418 نفر سرایت شناسان، 427 نفر اپیدمیولوژ ها، 588 طبیبان آزمایشگر و طبیبان نجات فعالیت دارند. در مورد ضرورت البته از دیگر شهر و ناحیه ها نیز متخصصان جلب خواهند شد، تاکید کرده است وزیر تندرستی. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو میگوید در این کشور کسی از کرونا ویروس نفوتیده است و نخواهد فوتید. این در حالی است که در بلاروس 29 کس بر اثر مبتلا شوی با کرونا ویروس جان دادند. با اطلاع خبرگزاری بلاروسی بیلتا، لوکاشنکو گفته است 29 نفر هلاک شده نه از کرونا ویروس بلکه از بیماری های مزمن از جمله کسلی دل و قند جان باختند. کرونا ویروس این همان فضایی است که در آن بیماری های مزمن اوج میگیرد، افزوده است پرزیدنت بلاروس. با گفته لوکاشنکو مقامات بلاروس با نظر داشته تجربه چین، امریکا و اروپا الکی راه حل این مشکل و دارو را برای نجات آدمان پیدا کردند. اگر خود بیمار دست نکشد حتما شفا خواهد یافت، اظهار داشته است او. پیشتر لوکاشنکو پهن شدن کرونا ویروس را رد کرده گفته بود بهترین داروی ضد کرونا ویروس راندن تراکتور در صحرا است و اعلام کرانتین را همچون چاره پیشگیری از پهن شدن ویروس تنقید کرده بود. محکم کردن مردم در خانه های پوسیده این راهی حل نیست، گفته بود او. برعکس هنگام داشتن بیماری های راه نفس باید به کوچه برآمدن نفسی تازه باید کشید.
با اطلاع وزارت تندرستی بلاروس تا 13 اپریل در این کشور 29 کس از کرونا ویروس جان باخته، شماره عمومی مبتلایان نزدیک به 3000 نفر است. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادر دارید که می‌خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر و یا واتساپ به ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 39 59 است. یادآور میشم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید، ما جزئیات آن را از شما پرسان میشویم. سوختار در حدود نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل با بلوک چهارم برقی نزدیک می شود که در نتیجه صدمه ماه اپریل سال 1986 تخریب شده بود. در این باره خبرگزاری روسی اینترفاکس اطلاع می دهد. آتش سوزی تا شام 13 اپریل به حدود میدان صنعتی پناهگاه بی‌خطری نو رسیده است که سال گذشته بنیاد شده بود. آتش به نیروگاه از سمت غربی نزدیک می شود. با گفته اکولوژی اوکراین یاروسلاو یومیلیننکو، وضع وخیم بوده، منطقه به کام آتش فرو می رود، ولی مقامات محلی می گویند همه چیز تحت نظارت است. بنا به نوشته نشریه نووایا گازتا، آتش سوزی در منطقه چرنوبیل 4 اپریل سال روان سر زد. یک قسمت جنگل ریژی و خانه های قدیمی پرتافته شده محله پولسکوی به کام آتش فرو رفتند. مقامات اوکراین میگویند سوختار برقصدانه است و الکی گمانبران را دستگیر کردند. نیروگاه اتمی چرنوبیل سال 1986 ترکید و هوای کشورهای زیادی را در قلمرو اروپا با ماده‌های رادیواکتیو زیان‌آور آلوده کرد. در نتیجه ترکیش در فرودگاه چرنوبیل در زمان شوروی پیشین 10 نفر جان دادند و ماده‌های زیان‌آور خارج شده از آن بعداً هزاران نفر دیگر را کشت. کشورهای تولید کننده نفت پس از کشمکش‌های زیاد بر سر کاهش استحصال نفت و بازگردانیدن ثبات به بازار آسیب دیده از بحران کرونا به یک سازش تاریخی رسیدند. این سازش در حال صورت گرفت که قیمت نفت بنابر کم شدن طلبات به پایین‌ترین سطح در 18 سال گذشته رسیده بود. وزیران انرژی 28 کشور عضو اوپک پلوس شامل 14 کشور عضو اوپک و 9 کشور بیرون از آن شب یکشنبه 13 اپریل پس از چند ساعت گفتگوی ویدیویی سازش کردند که در عموم 10 میلیون بشکه از تولید خود را کم خواهند کرد. برخی از اعضای این نشست در شبکه‌های اجتماعی سازش حاصل شده در این گفتگو را توافقی تاریخی خواندند. از جمله خالد الفاضل وزیر نفت کویت در توییتر نوشت پس از کوشش‌های بسیار و گفتگوهای دوامدار سازش تاریخی برای کاهش تولید اعضای اوپک پلوس به مقدار روزانه حدود 10 میلیون بشکه از ابتدای ماه می را اعلان می‌کنیم. کشورهای اوپک پلوس شامل اعضای اوپک بر علاوه روسیه، مکزیک، قزاقستان، عمان، آذربایجان، مالزیا، بحرین و سودان در سازشنامه نو پذیرفتند که در ماه‌های می و ایون در مجموع 9 میلیون و 700 هزار بشکه در روز تولید نفت خود را کاهش می‌دهند تا ثبات را به بازار نفت بازگردانند. پهنشوی کرونا ویروس در جهان طلبات به نفت را نهایت کم کرد و در 3 ماه اخیر قیمت نفت از $70 سر هر بشکه به کمتر از $20 پایین آمد. مذاکرات در ابتدا بین عربستان سعودی و روسیه آغاز شد و در نهایت دو کشور پس از کشمکش‌های زیاد قبول کردند که در صورت موافقت کشورهای گروه 20 تولیدات عمومی خود را کاهش می‌دهند. با حاصل شدن توافق برای کاهش روزانه 10 میلیون بشکه نفت، اکنون انتظار می‌رود که قیمت نفت در بازارهای جهانی بهبود یابد. فرستاده ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان سلمای خلیلزاد در قطر با نمایندگان طالبان ملاقات نمود و دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا میگوید که در این ملاقات چالش‌های موجوده در رابطه با پیمان صلح ایالات متحده آمریکا با طالبان که در ماه فوریه امضا شده است بررسی شد. جای یادآوری است که 13 اپریل اولین مرحله تبادل اسیران میان جنبش طالبان افغان و حکومت افغانستان دایر شد. تا این زمان حکومت افغانستان 300 طالب را آزاد نمود و طالبان 20 سرباز و خادم دولتی را در ولایت قندهار از بازداشتگاه‌هایشان رها کردند. پیمانی که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شده است همچنین قدم در قطع خشونت و جنگ 18 ساله در افغانستان ارزیابی می شود.
بیننده ارجمند، در این حالا ما با درخواست شما درباره قرب ارز خارجی در تاجیکستان میگوییم. بنابر معلوماتی که بانک ملی امروز اعلان کرده است، $1 10 سومانی و 23 درم، 1 یورو 11 سومانی و 17 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 138 سومانی تعیین گردیده است. اینجا رسیدیم به پایان نوید بامدادی. روزی خوب و خوش داشته باشید.